من مینو همیلی هستم. به دلیل داشتن عقاید سیاسی و فعالیت‌های سیاسی دستگیر شدم. اوایل سال 60 حدوداً 4 سال زندان بودم. حکمم 7 سال زندان در تبعید بود. به همراه 6 نفر دیگه تبعید شدیم به اواخر سال 60 تبعید شدیم به زندان قم و بعد از اون تبعید شدیم به زندان‌های دو نفر اصفهان، همدان و کرمانشاه. به خاطر اینکه زمانی که من حکم بهم اعلام شد نوشته بود به خاطر بهره‌گیری از امکانات فرهنگی که زندان سنندج فاقد اون بود. یعنی میخواستن ما رو به قول خودشون ارشاد بکنن، توبه بکنیم. توی زندان شکنجه‌های جسمی بود، شکنجه‌های روانی بود. شکنجه جسمی مثل شلاق، کابل، انفرادی و قطع ملاقات ها از شکنجه‌های روانی بود و یا اینکه از بلندگوی زندان مدام قرآن رو پخش می‌کردن با صدای بلند ساعت خواب، تقریبا میشه گفت تمام روز تا آخر شب، و دعای کمیل، دعاهای مختلف. اینا تاثیر خیلی بدی به خصوص زمانی که انفرادی بودیم روی ما میذاشت. یکی از شکنجه‌هایی که اصلا قابل تصور برای ما نبود استفاده کردن از سینما بود. رژیم جمهوری اسلامی سال 61 و 62 در زندان اصفهان زندانیا رو اول به اختیار خودشون و بعد اجباری وادار کرد برای اینکه به سینما ببره و فیلم توبه نصوح آقای محسن مخملباف رو نشون بده. شرط دیگه اینه که اون چه از مال حرام خوردی و به بدنت گوشت شده با عبادت و روزه آبش کنی تا پوست بچسبه به استخوان و دوباره گوشت جدید. ای وای مردم منو حلال کنین، من روسیا را حلال کنین. من رو به خدا بردم، گفت تا بنده هام ازت راضی نباشن ازت نمیگذرم. مردم خدا در بهشتش از توی شما باز میکنه. مردم من از مال دنیا هیچی ندارم، همه چیزم غصبیه. و بارها از تلویزیون شبکه 1 فیلم توهم سعید حاجمیری و فیلم بایکوت محسن مخملباف رو نشون میدادن. سال 61 در زندان اصفهان بند نسوان مسئول بندی داشتیم به اسم جان نثاری. یک پاسدار لومپن بود، اومد داد زد آماده شین بریم سینما. ما خیلی تعجب کردیم. من خودم شخصا بلافاصله یاد فاجعه سینما رکس افتادم که نکنه توطئه‌ایه. اصلا سینما چه ربطی به زندانی داره؟ و تواب‌ها و تعدادی از منفعلین خیلی هاشون هم به خاطر اینکه بیرون برن از محیط زندان فضای باز رو ببینن رفتن به سینما و این فیلم رو دیدن. بعدها فکر میکنم یا اواخر 61 بود یا 62 در بند جدید زندان اصفهان دیدن این فیلم رو اعلام کردن اجباری هست. و باز تعدادی نرفتن و من و یکی از همبندیام نقشه کشیدیم که بگیم مریضیم.
اتفاقا فردای اون روز من مریض شدم و ما به هر حال نمی رفتیم اون فیلم رو نرفتیم ببینیم. ما اصلا بیرون از زندان و حتی خود زندان برای مدرسه زندان فیلمای ایدئولوژیشون رو بخوایم ببینیم نمی رفتیم هیچ وقت شرکت بکنیم فیلمای ویدیویشون رو. در نتیجه ما زیر بار نرفتیم و به خاطر اون شخص خود من تنبیه شدم. مستقیم به اون دلیل منو نبردن، اما زمانی که من به خاطر یه موضوع دیگه فریاد زدم که بچه‌ها رو داشتن شلاق می‌زدن توی حیاط زندان بند جدید اصفهان، 3 تا از همبندیان به اسم زهرا خدری که بعدها اعدام شد، بچه اهواز بود، عرب بود، پروین همشهری خودم بود و مریم، این 3 تا رو وقتی شلاق زدن تواب‌ها رو بردن نگاه کنن و من فریاد زدم که وقتی رسوا میشین توی دنیا میگین شکنجه نیست، پس این چیه؟ و منو بردن انفرادی. بعد کمیل، زمانی که من مدت طولانی انفرادی بودم، حدود 45 روز یا 2 ماه، زمانی که منو بردن دادگاه انقلاب پیش کمیل که یه بازجوی بسیار سختگیر بود، اون به من گفت که تو سرپیچی کردی از قوانین زندان، تو چرا نرفتی فیلم برادر مخمل بافو نبینی و تو این اراجیف چی بوده با صدای بلند گفتی که شکنجه هست؟ و منو برام شلاق نوشتن و به من شلاق زدن و من وقتی که رفتم شکنجهگاه از زیر چشمبندم خونها رو دیدم، دمپایی خونی رو دیدم، لباسای خونی رو دیدم. حسین موسوی. آقای میرحسین موسوی. حتما به مهندس موسوی. آقای میرحسین موسوی. میرحسین موسوی رای میدم. من شخصا به میرحسین موسوی رای میدم. من به آقای میرحسین موسوی رای میدم. به آقای مهندس موسوی رای میدم. به مهندس موسوی رای میدم. به میرحسین موسوی رای میدم. میرحسین موسوی از این نظر مهمه توی این کاندیداتوری ما که ایشون اهل عمله، یعنی میدونه که چجوری یک ایده‌ای رو اجرا بکنه و به مرحله ساخت برسونه. ما در دوره موسوی 8 سال جنگ داشتیم. قیمت نفت انقدر نبود. جامعه هم درگیر جنگ داخلی بود، هم درگیر جنگ با عراق بود. ما تحریم هم بودیم. ولی همه مردم، همه هم نسل‌های من یادشونه هیچ کس نبود بوده سر سفره من نون نیست، برنج نیست، روغن نیست، چای نیست. یک هنرمند معنی مسئولیت رو به زیبایی میفهمه و وقتی به زیبایی فهمید قطعاً با مسئولیت همراهه. خب به نظر ما 3 تا گزینه بیشتر نداریم. یکی اینکه به دولت فعلی رأی بدیم، خنده داره. یکی اینکه رأی ندیم که مثل میمونه که به دولت فعلی رأی بدیم، یعنی حتما از شرایطمون راضی بودیم که رأی ندادیم. و گزینه آخر اینه که رأی بدیم. خب به نظر من بهترین کس برای اینکه بهش رأی بدیم میرحسین موسوی. به میرحسین موسوی رای میدم به این دلیل که از دروغ شنیدن خسته شدم. به خاطر که آدم شریف، نجیب و با اخلاقی است و امانتی رو که بهش سپرده میشه انشالله به خوبی حفظ خواهد کرد. مهندس از نشستن روی این صندلی به هیجان نمیاد، چنانکه تو 4 سال بعد از خودش و از معجزه‌ای که اون روی این صندلی نشون حرف بزنه. دیدم که یک آرامش و یک منطقی دارن که الان مملکت ما احتیاج به اون داره. به خاطر اینکه اعتقاد دارم روشنفکر، هنرمنده و هنردوسته. من تا اون موقع فکر میکردم که سینما یه رسانه‌ای هست که بیشتر از هر رسانه دیگه میتونه تاثیر بذاره روی انسان‌ها. میشه دنیا رو اصلا وارونه نشون داد، زشت نشون داد، زیبا نشون داد. خیلی این وسیله قوی هست. یا حتی خنثی، فیلم‌های خنثی درست کرد و مردم خنثی نگه داشت. اما هرگز فکر نمی‌کردم از سینما بشه برای سرکوب و برای شکنجه زندانیان استفاده کرد. و من سال 61 به این موضوع پی بردم. به هر روی اون زمان دهه 60 بود، دهه توابسازی بود، دهه سرکوب اوریان بود. تمام بچه ها رو، آزادی خواه رو شکنجه کردن، زندان کردن، حتی اعدام کردن و دوره بود که آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بود که آقای محسن مخملباف بعدها سخنگوی جنبش میرحسین موسوی شد.
به نظر من اینا الان ماسک اصلاح طلبی و ضد خشونت زدن و همون آدما هستن که اون روز در اون جنایت و کشتار آزادی خواهان سهیم بودن و امروز به خاطر منافعشون جناحبندی شدن و با هم اختلاف پیدا کردن و سر سوزنی از مسئولیتی که داشتن کم نمیشه و حتما باید محاکمه بشن و حتما باید برای مردم در یه دادگاه بین‌المللی توضیح بدن که اون روز چه نقشی داشتن در اون کشتارها، در اون شکنجه ها.